عبدالرزاق گفت که دیگر با او کار نگیرید. چرا این طور گفت؟ سازن خوبین ما دوشنبه ده. Hello guys, how are you? We are in دوشنبه. که به نزد استادت رفت بخشش پرس باز با او بیمان چونین خلاصه نموده در نوار ابراز نمود. اینا تاجیکستان دا کیفسی بده. یکم برکن کیفسی تاجیکی را خورست. باسیو کدستی. تو پول خود رادیو دبرو که تو رکیدات کرده چی گپی؟ برادرها بعد کدام شخصی که برای گرانیت گذاشتن میخواد که تاکسی ببرینو کمپانی که بخره برایش مساعد میتونم این برادر خیلی تو یک سوشی کار میکنم 100% گارانتی خاطی که اولش خداوند بعد همه یکدا سوق سلامت بردن میرسونتون رقمو در روی اکران زنگ بزنین اینو میمو گپ زنین حتما سکیت کرده میشود ماشینای کالیفرنیا. عبدالرزاق گفت که دیگر با او کار نگیرید. چرا این طور گفت؟ چرا از مخلصانش رنجید؟ چرا یک بار او این ویدیو براشینی رو کرد؟ با سوالهای شما در یک مدتی کوتاه پورا معلومات پیدا نمودیم. عبدالرزاق یک روز قبل در نواری دیده میشد که از قبیل مخلصانش که هرگاه او را هشدار میدادند که به نزد استادت رفت بخشش پرس باز با او بیمان چونین خلاصه نموده در نوار ابراز نمود. از این گفته ها برمیآید که عبدالرزاق سخت رنجور شده مخلصانش را میگفت که دیگر بین او و برون چیزی نیست و او کاری خودش را کرده ایستاده است و برون باشد مشغول تجارت خود. بهترش طی نوارهای خودتان را خسته نکرده از عقیده های خشک و خالیتان پرهیز نمایید میگفت این جناب خردکک. در واقع بسیاری ها نوشته بودند که چرا برون با پیشواز شاگردش نرفت و چرا با تنتنه این استوره خردکک عالم شناخته را در کشور پیشواز نگرفتند. عبدالرزاق در ویدیو آخرانش با ژورنالیستان قید کرد که سفر او از دبی به تاجیکستان ناگهانی بود و خواست ماه مبارک رمضان را در حلقه عزیزانش گذرانده بعداً با سفرهای خارجی خود را ادامه دهد. یقینا گفته می شود که عبدالرزاق خیلی زیاد تاجیکستان را یاد کرده بود و مدت یک سال قریب از وطن بیرون بود. او ماه اینجا مهمان شده باز به خارج سفر نموده نقشه های تازه رنگ و پر انرژی خیش را باز هم پیشنهادی خلق ساخته عاشقان هنری خیش را به وجد می آورد. عبدالرزاق 19 سال عمر داشته زاده شهر پنجکن می باشد. او 4 سال پیش با برون شناس گشته به دوشنبه آمده بود و در یک مدت کوتاه در وطن شناخته گشته بود. پس از آنکه از برون جدا شد و با عرب ها شرطنامه بست او در یک سال علاقه دنیا را تسخیر نمود و امروز یکی از چهره های مشهور دنیا اعتراف گردیده است. ما با عبدالرزاق پیشروی های نظرست تمنا نموده خواهان موفقیت های نو به نوش هستیم. بیایید همه کسا به کانال مهراب پرو подписаться نموده لایک گذاشته کامنتاری خوب وصف این جناب خردکک می نویسیم. خیلی عزیزانم من همیشه با شمایم. سلام علیکم. سازن خوبین ما دوشنبه ده. Hello guys, how are you? We are in دوشنبه. Alhamdulillah we land. Really, I miss so much دوشنبه. Very good, beautiful. Alhamdulillah. There. Yes. اینا تاجیکستان دا کیفسی بده. یکم برکن کیفسی تاجیکی را خورست. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. تو все Дубай вроде man нам ёбут, باسیو کدستی. تو پول خود رادیو دبرو که تو رکیدات کرده چی گپی؟ کجا میدونم؟ من رکیدات کردم چی میگی؟ شما رکیدات کردین کجا برو رفتین کیم کجا رفتین نمیدونی؟ قپش نو بالون چی رو برا پاجرنیک. بیا شوق کردیم. بیا برنگلو قطعی شورت دورا تاقیمان بود. کلیس. کاری اجرا گیجو. اجرا گیجو.